تصور کنید یک هیولای فولادی به اندازه یک ساختمان 100 طبقه که میتواند در یک روز خاکی به حجم یک استادیوم فوتبال را جابجا کند. این یک صحنه از یک فیلم علمی تخیلی نیست. این واقعیت است. با بزرگترین ماشین حفاری جهان، ابرحفار بارکا ساسنزاس، آشنا شوید. این غول مهندسی آلمانی یک حفار چرخ دندانه‌ای عظیم است که طول آن به 1000 متر، یعنی بلندتر از 2 هواپیمای بوئینگ هنزسای که پشت سر هم قرار گرفته‌اند میرسد. وزن آن 10,500 تن است، تقریباً به سنگینی برج ایفل. بارکا تازازایزک برای یک کار ساخته شده است: استخراج زغال سنگ از معادن روباز. چرخ عظیم آن که قطرش به 30 متر میرسد، میتواند در هر روز اندر 1000 تن زغال سنگ را از زمین بیرون بکشد. این حجم آنقدر زیاد است که میتواند یک شهر بزرگ را برای ماه‌ها تامین انرژی کند. این حجم آنقدر زیاد است که میتواند یک شهر بزرگ را برای ماه‌ها تامین انرژی کند. اما شگفت انگیزترین بخش ماجرا اینجاست: این هیولای 3000 تنی میتواند حرکت کند. بارکا اوزا از روی شاسی‌های غول‌پیکری سوار شده که مانند کاترپیلار یک تانک آن را به آرامی و با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت به جلو می‌رانند. رانندگی این ماشین به یک تیم 3 نفره نیاز دارد. هزینه ساخت این ابرماشین در دهه 30 میلادی معادل 30 میلیون دلار امروزی بود. این شاهکار مهندسی نمادی از قدرت و خلاقیت بیکران انسان برای تسخیر طبیعت است. جهان پر از چنین شگفتی‌هایی است که مرزهای ممکن را جابجا می‌کنند. اگر دوست دارید شگفتی‌های بیشتری از دنیای مهندسی، علم و طبیعت را کشف کنید، این کانال را سابسکرایب کنید.